أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. آیت بعدی در ارتباط توحید و الوهیت چند آیت قبلا بیان شد. یکی آیت و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون در کتابتان آورده بود، سورة الذاریات. دوم آیت ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، سورة النحل. و سوم آیات در سورة بنی اسرائیل وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. چهارمین آیت را که در ارتباط توحید و الوهیت که الله در معبود بودنش، در اله بودن و یکی است، واحد است، دیگر معبودی و همراهش شریک نیست. چهارمین آیت در کتابتان از سورة یعنی 3 آیت آورده. در این آیت اولین آیت شما خواندیم قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم، اینا بیان کردیم، الله تشرکوا به شیئا. آیت دوم هم در اینجا کی است؟ مقتضیات عقیده توحید است. کسی که توحید الله را، یعنی الله را به وحدانیتش میپذیره، دستور و نظامش را میپذیره، باید به اینی احکام عمل بکنه. یک چیز که خوردن مال یتیم خوردنش، گرفتنش، استفاده کردن بدون اجازهش حرام است، ناجایز است، نارواست. الله سوال میکنه. بلکه در آیت قبلی الله گفته بود که با یتیما احسان بکنین، نیکی بکنین. در اینجا الله میگه ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، ولا تقربوا، نزدیک نشوین ای انسانا، ای مسلمانا، مال الیتیم، با مال یتیم، الا بالتي، مگر با مو طریقه هی احسن که زیبا است و شایسته است و مناسب است و نیک است. در آیت سابق یک آیت پیش الله گفت که ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، با فواحش، گناه ها، آنچه که آشکاراست، آنچه پنهان است نزدیک نشین. نه گناه علنی را بکو که مردم میبینن، نه گناه پنهانی را. در اینجا الله میگه که از جمله فواحش یعنی گناه آشکارایی است که مال یتیم کسی استفاده میکنه، مال یتیم میخوره، بنا حق مالش میگیره. در اینجا تاکید میکنه الله، اهتمام میکند. سیکو نگفته که ولا تاکلوا، نخورین، میگه ولا تقربوا، نزدیک نشین. کلمه تقربوا را استفاده کرده، مثل که درباره زنا الله میگه ولا تقربوا الزنا، به زنا نزدیک نشین، تا اینکه تمام انواع تصرف و عمل شامل شود. به هیچ وجه در مال یتیم نزدیک نشین و تصرف نکنین. باز یک حالت استثناء میکند، حالت احسن است، حالتی که زیبا است. او چی است؟ که یک کسی قسم مال یتیم استفاده میکنه که او را نمو میتونه، زیاد شود. مالش در کار میپرته، در تجارت میپرته، در مزاربت میپرته، در دکان میته، یا در مال خود یک جای میکنه که سرش کار میکنه، از فایدهش به یتیم داده میره. اصل مال نگاه میکنه، زیرا اگه اصل مال هم مصرف کرده بری در چند سال از بین میرود. به می خاطر الله متعال اینجا کلمه لا تقربوا را استعمال کرده. باز کتابتان کسای کنین، ابن عطیه یکی از مفسرین است و قبلا شرح زندگی شما بیان کردیم. در تفسیر خود میگه که هذا نهی عام ولا تقربوا، کلمه لا نهی است، من است، نزدیک نشوین. میگه ای عام است، عن القرب الذي يعم وجوه التصرف، از امون نزدیکتی که نزدیک شدن به مال یتیم تماما انواع تصرف شامل. تصرف یعنی هر قسم عمل کردن، هر قسم مداخله کردن در مال یتیم که مال از را ضایع کنه یا کم کنه، از بین ببره، حرام و نارواست. میگه نزدیک نشین. دیگه میگه و فی صد ذریعه، دی بند کردن الله ذریعه، یعنی کدام وسایلی که
مال یتیم ضایع میکنه به هیچ وسیله. حیله تا حیله هم جور نکنه، مثل که بعض مولای اسقاط خور باز حیله جور میکنن در مال یتیم. یتیم چی؟ پدرش وفات کرده، اولادش یتیم مانده، میگه بیارین اسقاطش بیارین، حیله اسقاط جور میکنن به نام حیله. او بیچاره عوضه که مالش نگاه کنن به یتیم شد، با او کمک کنن، با او دیگه هنوز مالش میگیرن 20,000 30,000 40,000. خیرات صدقات دیگه خیرات بکن، صدقه بکن، با چندین چال و فریب مال یتیم میخورن. یعنی ذریعه و وسیله که به رسیدن مال یتیم، ضایع کردن مال یتیم است، الله بند کرده. باز میگه کتاب میگه ثم استثنى ما يحسن و هو السعی فی نمای. استثناء میکند الله آن چیزی که زیبا و نیک است که سعی کردن در نمویش. نمو یعنی زیاد کردنش، کوشش که مال یتیم زیاد شود. میگه الا بالتی احسن، میگه با اون طریقه که احسن است. مجاهد شاگرد عبدالله بن عباس از شرح زندگیش قبلا مختصر بیان کردم. میگه التی احسن التجارت فی، میگه در مال یتیم به طریقه احسن استفاده کنیم. اون چیز تجارت است، یعنی مال شده تجارت پرتو در کار پرتو کنیم. مثلا 2 لک 3 لک داره در ماه 10,000 15,000 برش فایده بیاد یا 20,000 فایده بیاد و از فایدهش در لباسش، در جانش، در خوراکش، در یاش مصرف کن سر یتیما. احسن اینمی است، یعنی که دی خیر برسد. حتی یبلغ اشده، تا اینکه برسد به جوانیش. اشد چی را میگه؟ قال مالک و غیره، امام مالک و غیره میگه هو الرشد و زوال صف مع البلوغ. رشد میگه، جوانی را میگه، دور شدن بیعقلی به همراه جوانی. رشد یعنی که فرق تمیز بتانه در بین خوب و بد و امو بیعقلیش یا کم عقلیش دور شود. مع البلوغ به همراه جوانی، یعنی تو نه که جوان شد بتش. بعضی یتیما دختر است یا بچه جوان میشه هنوز هم پیسه را بتی یک دفعه میبره، 10,000 باشه 20,000 50,000 رو از بین میبره، میخوره، هر چیز مصرف یا گمش میکنه، بی جای مصرف میکنه. نه، با وجودی که بالغ شد یعنی عقلی هم شوید، تو عقلی که مالا بفهم ارزشش نگاه کردنشه که نگاهش کنه. روی نحو آن زید بن، میگه مثل از زید بن اسلم یا مفسر است از یا نقل شده است و شعبی و ربیعه و غیرهم. خب زید بن اسلم هم مختصر زندگیش ای است که هم امام بود، مجتهد بود، عالم. زید بن اسلم مولای ابن عمر، از عبدالله بن عمر صحابی مولایش بود، تابعی است و توفی سنه 136 در سال 136 هجری وفات کرد. حال 14 مثلا 43 است، 136 دیگه 146 یعنی 13 سال پیش ای وفات کرده است. خب و یکی از این کسایی که ایره میگه اشده، یعنی با وجودی که بالغ شود جوانی یام برسد، امام شعبی است. شعبی، امام شعبی کیست؟ هو الامام الکبیر علامه التابعین، امام بزرگ است، علامه یعنی بسیار دانسته بود در تابعین. در تابعین کسی را میگه که صحابه را دیده است، بسیار فهمیده بود. عامر ابن شراحبیل الحمدانی من شعب همدان. خب عامر ابن شراحبیل همدانی از شعب یعنی از قبایل همدان است. در خلافت عمر رضی الله عنه به دنیا آمدگی در روز جلولا و در سال 100 هجرت که 80 سال داشت وفات کرد. یعنی امام شعبی هم بسیار یکی از علمای کلان است. آلماس 1443 یعنی بیش از 13 سال پیش وفات کرده. و ربیعه را گفتیم که ربیعه کیست؟ ابن ابی عبدالرحمن، فرزند ابی عبدالرحمن تیمی مدنی، یعنی از مدینه بود، فقیه بود، مولا آل منکدر مدنی. خوب شاید مدینه تدریس کرده باشه. تابعی بود، روایت کرده ایست از انس بن مالک، یعنی انس بن مالک یک تابعی صحابی است. یقال ربیعه الرأی، ربیعه الرأی یعنی زیاد از رأی خود، زیاد از اجتهادات خود گپ میزد. توفی سنه 136 یعنی مثل زید بن اسلم در سال 136 وفات کرده است. یعنی تماما اینی مفسرین میگه که حتی یبلغ اشده جوانی به امرای رشد و بلوغ میگه که بفهمه
تصرف کردن در مال که چه قسم مال حفاظت کنه، باید در اون وقت مالش تسلیم کنه، غیر از اونه. خب الله متعال می فرماید که بعد از این و اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، یعنی بعد از این که میگه مال یتیم مشکل باشه نخورین، میگه وزن و پیمانه را پورا کنین. یعنی از جمله فواحش گناهی است که کسی در پیمانه کم کنه. دیگه پورا میگیره، مثلا یک پیمانه برنج میگیره، لوبیا میگیره، نخود میگیره یا طلا میگیره، این باز به دیگه کم میته. میزان ترازو را، همین قسم ترازو چیزایی که آرد و گندم هر چیز وزن میشه. الله متعال می فرماد و اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، پورا بکنین پیمانه و ترازو را. در وقت یک بعض چیزا رو با پیمانه میفروختن، بعض چیزا رو با وزن میفروختن. مثلا یک سطل میبود یا یک پیمانه میفروختن. الله میگه پیمانه را پورا کنین، وزن هم به عدل و انصاف. این همچنان در امو آیت حکم سابق داخل است که پس الله میگه که مال یتیم اشکده باشین که حرام نخورین. در اینجا میگه که وزن و پیمانه را کم نکنین، مال مردم یعنی برش پوره برسانین، حقوق مردم پوره برسانین. اگر شما مال مردم کم کنین در گناه بزرگ داخل میشین. در سوره اسراء الله میگه و اوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم، و پیمانه را پوره بکنین وقتی که پیمانه به مردم میتین، با ترازوی عدل وزن بکنین. یعنی یک انسان یک چیزی که میخره میفروشه واجب است که را به حق بفروشد، یعنی کسی را حقش ضایع نکنه. جایز نیست که را کم کنه، حتی خیانت کنه یا کمی بکنه، نه در مقدارش و نه در کیفیتش، هر دوش حرامه. حتی در سورة مطففین الله میگه ویل للمطففین، هلاکت باد برای کسایی که کم میکنن، وزن کم میکنن، مال مردم حقوقشان کم میتن. الذين اذا كالوا على الناس يستوفون، وقتی که مردم پیمانه میگیرن پوره میگیرن، و اذا کالوهم او وزنوا، وقتی که به دیگران میتن یا وزن میکنن، یخسرون یعنی کم میکنن. الله می هلاک شون اینا، به جهنم برون اینا رو سعی کنین. می پیمانه پوره کردن میزان. یکی خب بعضی های تو ظالما هست که مثلا گوشت هست او را او میزنن، حتی در گواه میگن در بینش کمش آوا داخل میکنن در گوشتش که وزن زیاد شوه. این بسیار خیانت هست. بعضی خود سنگ کم میکنن، داخلش کم میکنن. بعضی ها در فکر تگه بود با وزن میتا نبود که مقدارش کم میکنن. برنج هست یا گوشت هست یا لوبیا هست یا نخود هست، هر چی که هست چیزایی که وزن میشه. بعضی ها که هست در کیفیت در کمیت مقدار نمیتونه کم کردن، اما کیفیتش کم میکنه. مثلا کیفیتش کم کردن در چی است؟ در لباس. مثلا لباس یک تکه است کیفیتش بالا باشه این 1000 قیمتش است، اما کیفیتش پایین بود 200-300 قیمت. این میگم کیفیتی که پایین است این را به کیفیت بالا میکنه، یعنی کیفیتش بالا از فلان. این میام حرام است، ویل هلاکت است از برای نمی مردم و ناجایز است، کاروبارش حرام است. بعضی در دوا مثلا یک دوا کیفیتش بالا است و یکی هم دوای کیفیت پایین است. بعضی دواست کیفیتش بالاست، مثلا یک دواست کیفیت پایین 50 روپیه است، کیفیت بالا عین دوا 1.5 صد. این ظالم به می کیفیت پایینه با 1.5 صد میفروشه. یا 1000 دوای کیفیت پایینه با 3000 میگه. این کیفیت ترکی سوی خارجی سوی فلانی است، فلانی نام سرش میمونه. این هم حرام است، این هم ناجایز است. حتی در تیل میری در تانک تیل میگه کیفیتش مثلا سوپر پترول یا دیزل، میبینی که درجه 3 است، حتی ماشین خراب میکنه. این هم حرام ناجایز، در حال قیمت از اون لیترش 30 روپیه است. این به نام لیتر خوب حتی 50 روپیه 60 روپیه 70 80 میفروشه یا 40 روپیه. این هم حرام ناجایز است. غیر از این حتی ما شنیدم که میگه لیتر نوشته در ماشین نشان میده 20 لیتر میپرده داخل 17 لیتر یا 18. از این طریق میزنن و دزدی میکنن، خیانت میکنن. این هم حرام است. اینا اگر در دوا کیفیتش پایین میکنن، خیانت است، حرام است. اگر در لباس میکنه، اگر در تیل کیفیت پایین میکنه، حتی در تعمیر مواد تعمیراتی در اونجا کیفیت پایین میده، کلش حرام است، ناجایز است و والله متعال که تجینا محاسبه میکنه. یا یک
یک چیزی را که میفروشه عیب داره، عیبش پنهان میکنه، این هم حرام است، ناجایز است. انسان باید از تمام این اجتناب بکنه. عیب مال تا باید بگوی، چی است به ما اندازه قیمتش میباشه امورا بگوی. پس الله میگه و اوفوا الکیل، پورا بکنیم پیمانه و وزن بالقسط و انصاف. در سورة مائده الله میگه ان الله یحب المقسطین، الله عدالت کننده را دوست داره. سعی کنین در اینجا ابن کثیر باز نظرش آوردگیست، میگه یأمر تعالی به اقامت العدل. تفسیر ابن کثیر بسیار مشهور است. در زیر آیت میگه الله امر میکنه به اقامه عدل فی الاخذ و الاعطاء، در گرفتن و دادن، در خریدن و فروختن، که شما عدالت مراعات کنید. بعد از این الله متعال میفرماید که لا نکلف نفسا الا وسعها، ما یک انسان مکلف نمی کنیم مگر به اندازه توانش. یعنی اگر یک کسی کوشش میکنه که وزن یک کسی را مالش پورا بتا، کیفیتش پورا بتا، پیمانش باز هم یک چیز کم زیاد میشه، در این میگه الله میگه که شما مکلف نید. یعنی گناهگار نمیشه، کمی تفاوت ده، بسیار با کم تفاوت. یعنی انسان با وجود کوشش میکنه که حق یک کسی را بتا، باز خطا میکنه در دادن یک چیز، الله میگه لا نکلف، ما انسان مکلف نمیسازیم مگر به اندازه توانش. در اسلام کل کار به اندازه توان است. ولی یکم طور که به قرآن عمل بکو، می قربان ازی شام کی میتونه عمل کنه؟ خواهد توان بالا نیست. الله میگه لا نکلف نفسا، ما در قرآن در احادیث هیچ کسی را مکلف مسئول به یک عمل نساختیم مگر به اندازه توانش. اگر نماز است در توان ماست، اگر روزه است، اگر حج است، اگر قرآن خواندن است، اگر علم یاد گرفتن است، اگر اجتناب از گناه است، کلش در توان ماست. یکی یکم تا میگه سخت است عمل کردن، این خائنه، این شیطان فریب دادگی است. بلکه هر کس به اندازه توانش و تواناییش مکلفیت داره. در حدیث آمد الله در قرآن در دیگه جا میگه فاتقوا الله ما استطعتم، چقدر که در توانتان است از الله بترسین و عمل کنین، با احکام الله به دستوراتش عمل کنین. و پیامبر صلی الله علیه و میگه به چیزی که ما شما را امر نهی میکنیم فاتوا منه ما استطعتم، چقدر که در توانتان است عمل بکنین. از اون که توان بالا شد به پیش الله مکلف نیستید. بعد از این الله در جمله بعدی چی میفرماید؟ و اذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربا. فکر کنید این حال میگه که عدالت کردن تنها در عمل نیست، در وزن گپا، بلکه در گپ زدن هم عدالت بکنین. یعنی واجب بودن قول به عدل، گپی که میگین عادلانه بگوین، اگر که با بالای خویشاوندا میباشه. مثلا همیشه که شایدی میتی حق بگو. و اذا قلتم، وقتی که گپ میزنین شایدی میتین، فعدلوا، عدالت کنین، ولو کان ذا قربا، اگر که امی کسی را که شما علیه شایدی میتین این خویشاوندایتان باشد. یعنی زمانی که انسان شایدی میته یا گپ میزنه به یک گپ یا یک فرمان صادر میکنه، یا واجب است که گپش به عدل و راستی صداقت استوار باشد. اگر که خویشاوندش مثلا فرزندت یک گناه را کرده، وقتی که شایدی میتی که دو نفر جنگ کرده، حق از او است تو علیه فرزندت شایدی بود. و برادرت است یا پدرت است یا دوستت است، واجب است که عدل بگویم، حق بگویم. و این که هیچ کس ملامت کننده ما را مانع بیان عدل نشود، مانع گفتن حق نشود. اگر که همون کسی را که ما با او میگیم که دشمنی پیدا میشه، باید از حق تیر نشویم. وقتی که گپ میزنی عدل بگو، عدل در تمام نکالا گپ. هر وقت انسان گپ میزنه حق بگوید، عدالت بگوید، از اهل حق دفاع کند، از اهل عدل دفاع بکند، از ظالم دفاع نکند. ظالم اگه خویشاوندش آمست طرفداری از او را نکنه. حقوق مردم به خاطر از اینکه خویشاوند مسیح فلانی است یا این مذهب است به نفع از او، به نفع مذهب خود گپ نزنه، به نفع حزب خود، به نفع جماعت، به نفع قومیای خود گپ نزنه. حالا بعضیا که مثلا دو نفر جنگ کرد میرسه میکنه که اگر کسی که جنگ کرده اگر که فامیلش از گناه کرده میاد از او طرفداری میکنه. این واسه که حق بگوید، الله میگه که حق بگوین اگر که خویشاوندتان باشه. چون هذا امر بالعدل فی القول والفعل، باز کتابتان میگه که این آیت امر است به عدل و انصاف در گپ زدن و در عمل کردن، علی القریب والبعید، هم به خویشاوند حق و عدل بگو، هم در کسی که دوره. قال الحنفی، حنفی هم تفسیر طبری که ما شرح زندگیش قبلا بیان کردیم، مفسر طبری حنفی میگه العدل فی القول فی عقل ولی والعدو، عدل کردن در کلام، در بیان کردن، در گپ زدن در حق خویشاوند و نزدیک و دوست و دشمن می باشد.
لا يتغير في الرضا والغضب. در رضا و غضب تغییر نمیخوره، یعنی تو نیست که خوشحال بودی عدل بگو، غضب بودی باز نگویی انصاف، بل یکون الحق، بلکه با حق باید باشه. و این کان ذا قرب، اگر خویشاوندش می باشه کسی که علیش گپ میزنه، فلا یمیل للحبیب والقریب، نه به دوست میلان کنه و به نه خویشاوندش. مثل که الله متعال می فرماید در سورة مائده آیت 8 که ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى، باعث نشود شما را این مسلمانان دشمنی قوم یا کسی دشمن تا حالا به این گفت که الله تعدلوا که عدالت ترک کنین، عدالت نکنین، اعدلوا عدالت کنین، یا اقرب. یا کسی دشمن جانی تاست باید در حقش گفت انصاف بگو، گفت عدل بگو. اینطوری که یک گناهگار که کرد تو چون که دوستت نیست تو را چیزی که پای بعد از برش نسبت داده میری، هیچ تو را در حال که صفتا دونه به خاطر که یک ضرر کرد تو چی است؟ مخالف است یا کدام ضرر برات رسانده یا نرسانده توی گپا بگوید. این ممنوع است، حرام است. زیرا به می خاطر الله میگه که دشمنی قوم باعث نشه که شما عدالت ترک کنید، به دل و عدالت کنید اگر که دشمنایتان باشه، کافر باشه، بیدین باشه، اما از عدل انصاف تیر نشه. و بعهد الله اوفوا، وجوب وفا به عهد و پیمانی که با الله داری وفا بکن. کدام عهد و پیمان و وعده که با یک مسلمان کردی در توان تا هم وفا بکن، واجب است، یعنی فرض است. خلاف وعده کردن، تعهد شکنی صفت منافق است، صفت کافر است، صفت مشرک است. مسلمان از عهد شکنی خود باید دور باشد. ثم قال بعد از میگه و بعهد الله اوفوا، و به عهد و پیمانی که با الله کردین اوفو، وفا کنین، پورا بکنین، ادا بکنین، انجام بتین تعهداتی که با الله کرده است این رو چی کنین؟ انجام بتین. سکن ابن جریر در تفسیر طبری میگه که و بوصیت الله تعالی التي وصاكم بها، با وصیت الله متعال که وصیت کرده شما را با وفا کنین، یعنی احکام و دستوراتی که داده که توحید است، مثلا فرایض است عملی کنین، از گناه دور شوین، به وفا کنین. ایفای و میگه و ایفا و ذالک، این چه قسم میشه که ما با عهد خود وفا بکنیم؟ میگه بی ای یطیعوه بما امرهم به و نهاهم، با آن چیزی که الله امر کرده است او را اطاعت کنن، عملی کنن. آن چیزی که منع کرده است از او چی کنن؟ اجتناب بکنن. و یعملوا بکتابه و سنته و سنت رسوله صلی الله علیه و این که عمل بکنن به کتاب الله و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم. و ذلك هو الوفاء بعهد الله، اینی وفا بعهد الله. آنچه که الله در قرآن گفته کلش عملی، هر چیزی که الله منع کرده منع شد، هر چیزی که پیامبر صلی الله علیه و هدایت داده امر و نهی عملی کردن. و کذا قال غیره، یعنی تمام مفسرین امیر میگه که عهدی که تو هر وقت هر کسی کلمه توحید که میخوانه اشهد ان لا اله الا الله، لا اله الا الله، با الله تعهد کرده که یا الله تمام قانون تو رو من عملی میکنم، پس به اینجا وفا بود، احکام الله را عملی بود. بعد می فرماید که ذالکم وصاکم به لعلکم تذکرون، الله شما را ذالکم وصاکم، اینمی احکامی که بر شما بیان شد، وصاکم به، وصیت میکنه شما را الله به، یعنی حکم قاطع میکند به، لعلکم تذکرون، تا اینکه شما ای را یاد بگیرین، از عذاب الله بترسین، ثوابش امید داشته باشین و ای را عملی بسازین. یعنی از آن چیزی که الله منع کرده منع شوین و آن چیزی که الله دستور داده است او را عملی بکنین. ذالکم وصاکم به لعلکم تذکرون، به خاطر که شما عمل بکنین. الله وصیت صادر کرده است و حکم و ای دستور که را عملی بکنین. خب آیت بعدیش الله متعال می فرماید که این آیت بعدی را هم شروع میکنیم که الله متعال در آیت بعدی هم می فرماید که تماما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه